عاشق شدم. اسمش مریم بود. دختری که وقتی حرف میزد آخر جمله‌هاش همیشه سوال داشت. من رضا هستم. پسری خجالتی و کم حرف، پسری که بلد نیست جواب سوالهای مهم را بدهد. اولین بار توی کتاب فروشی دیدمش. ازم پرسید ببخشید این کتاب آخرش خوب تموم میشه؟ گفتم اگه وسطش ناامید نشی آره. همان شد شروع ما. قرارهای ما بین قفسه های کتاب بود، همراه با چای، پشت میز مطالعه و حرفهایی که آرام آرام جدی می شدند. یک روز مریم پرسید فکر میکنی آدم ها میتونن همیشه کنار هم بمونن؟ این بار جواب داشتم. گفتم اگه هر روز همدیگر رو دوباره انتخاب کنن، بله. حالا سالها گذشته، او هنوز سوال میپرسد و من هر روز با اطمینان میگویم کنارت میمانم. اگه دوست داشتی ویدیو رو لایک کن و یک کامنت برامون بذار.